دوستان عزیز، شما الان میتونید رشد زعفرون رو، رشدهای نو که از پایین فشار آورده اومده بالا رو قشنگ اینجا مشاهده کنین، در حالی که هوا دیشب حدوداً زیر صفر بوده، 4-5 درجه زیر صفر بوده، ولی زعفرون داره رشد نو میزنه. الان باید زعفرون دختر بچه های خودش رو زایمون کنه و از این دختر بچه ها از زعفرون اصلی غذای خودشون رو تأمین بکنن. در واقع اون پیاز اصلی رو غذای خود نوزادان زعفرون میشن در این 2 ماه آینده. هر چقدر ما بتونیم محلول پاشی بکنیم با همین محلول کوکولی مزرعمون رو، میتونیم سال آینده گل بهتری دریافت کنیم. هر چقدر به مزرعه برسید پیازتو بتونید قدش رو درشتر بکنید در مزرعه زعفرون، سال آینده اون پیاز درشت 20 گرمی شما به شما گل بیشتری خواهد داد با وزن بهتر. یه پیاز 6 گرمی به شما یه دونه گل ضعیف میده، اما یه پیاز 20 گرمی گاهن تا 8 تا گل هم از 4 دوره برش میزنه بیرون. و هر چقدر پیازتون قوی تر باشه گل بیشتری خواهید داشت سال آینده. حق نگهدار ایران و ایرانیان.